دوستان و هموطنان بسیار ارجمند و گرامی، پس از عرض سلام و درودهای بیشمار مسیحیایی شما را به این برنامه خوش آمد گفته و از خدای متعال خواهان سلامتی، خوشی و شادی شما را خواهانم و ایمان دارم که این مسئله امروز ما شما را متوجه یک حقیقت خیلی بزرگی خواهد ساخت. حقیقت بزرگ اینه که چرا مرد صالح، مرد پاک، شخصی که خداپرسته، چرا زحمات باید داشته باشه و زحمات بیشمار. ولی قبل از این که این موضوع را بسط بدیم، اجازه بدید با هم یک دعایی کنیم. خداوندا، در نام عیسی مسیح زنده و مقتدر به حضورت آمدیم و می‌خواهیم تا از کلامت خداوندا روشن کنی، تا ما بدانیم که تو واقعاً با چه افرادی هستی و چرا باید مرد صالح زحمات ببینه. خداوندا کمک کن، به ما اون فهم روحانی را عطا کن تا دقیقاً بدانیم منظور و نظر تو چیست در این مورد، زیرا به نام عیسی مسیح و برای جلال نام پدر می طلبیم. آمین. عزیزان، مسئله خیلی مهمه. خیلی از مردم همیشه شکوه و شکایت دارند، همیشه دل پری دارند که میگن چرا خدا این زحمت را برام درست کرد، چرا این اتفاق برای من افتاد و غیره. در مزمور 34 آیه 19 کلام خداوند چنین می‌فرماید: زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. پس در اینجا ما را در یک بیابانی ول نمی‌کنه، با یک معنی گنگ و نامفهوم ول نمی‌کنه. میگه زحمات مرد صالح بسیاره، بله، اما داره، اماش اینه که خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. خدا را شکر. پس خوشی ما، ایمان ما، پناه ما خداست. او میتونه ما را از تمامی این زحمات ما را برهانه. اما موضوع اینه که چرا مرد صالح باید زحمات داشته باشه؟ اولین جوابی که میخوایم پیدا کنیم در مزمور 46 آیه 1 و 2 پیدا میشه. کلام خداوند میفرماید: خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. پس نخواهم ترسید اگرچه جهان مبدل گردد و کوهها در قعر دریا به لرزش آید. عزیزان، امروزه ما شاهد خیلی فجایع بزرگ طبیعی هستیم و یکی از اینها که میگه کوهها در قعر دریا به لرزش آید، وقتی آب لرزه پیدا میشه، زمین لرزه پیدا میشه، ببینید چه فجایعی به بار میاره. اما در اینجا میفرماید خدا ملجا و قوت ماست، یعنی خدا یک جایی است برای من که میتونم فوراً در اونجا پناه ببرم و قوت منه که نترسم. و بعد میفرماید مددکاری است که در تنگی ها فوراً یافت می شود، پس نخواهم ترسید. فوراً یافت می شود. پس اولین جوابی که چرا زحمت برای ما میاد، تا بدانیم که خدا همیشه با ماست و ما را فراموش نمی کنه. اما عزیزان، قبل از این که ما بیشتر پیش بریم، باید عرض کنم این آیات برای مرد صالح است، کسی که صالح است، یعنی صلح کننده است، یعنی آدم درست حسابیه، آدمی است که خدا ترسه. اما چگونه میرسیم به این مقام؟ اگر عیسی مسیح ما را با خون پاکش وجود ما را پاک کنه، یعنی روح ما، نفس ما، جسم ما، فکر ما، مغز ما، تمام وجود ما را با خونش پاک کنه، ما میشیم مرد صالح. پس این آیات
برای کسانی صدق میکنه که این صالح بودن دارن. وقتی میگه خدا ملجا و قوت ماست، یعنی آنهایی که این صالح بودن را فهمیدن چیست. آدمهایی هستند که مال خدا هستند و میگه مددکاری است خدا که در تنگی ها فوراً یافت میشود. پس عزیزان اینجا شما میبینید ضد و نقیض. میگه که ملجا و قوت ماست خدا، اما بلافاصله میگه در تنگی ها فوراً یافت میشه. پس خداوند میخواد به ما این درس یاد بده که من تو را هرگز فراموش نمی کنم، هیچ وقت تو را فراموش نمی کنم. جواب دومی که ما میتونیم پیدا کنیم در مزمور 51 آیه 17 است. مزمور 51 آیه 17 داوود میفرماید قربانی های خدا روح شکسته است، خدایا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد. قربانی های خدا یعنی هرچه ما بیاریم به نزد خدا، مثل اینکه ما میخواییم دل خدا را راضی کنیم، خدا اونا را نمیخواد. خدا دل شکسته ما را میخواد. خدا نزدیک شکسته دلان عزیزان. بنابراین دومین نکته‌ای که ما باید یاد بگیریم که همیشه به خاطر داشته باشیم، هر موقع در تنگی هستی، در مضیقه هستی، در ناراحتی هستی، اگر دلتو کسی شکونده، اگر کسی تو رو ناراحت کرده، بدان که خدا نزد توست، از تو دور نمیره، تو رو فراموش نمیکنه. ای مرد صالح، ای زن صالح. و بعد نکته سوم ما میبینیم که در در اشعیا 57 آیه 15 یافت میشه. اشعیا 57 آیه 15 میفرماید زیرا او که عالی و بلند است و ساکن در ابدیت می باشد و اسم او قدوس است، چنین می گوید من در مکان عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد، تا روح متواضعان را احیا نمایم و دل افسردگان را زنده سازم. عزیزان میبینید تمام این آیات دو قسمت داره. اول خدایی را معرفی میکنه که خیلی نزدیکه، خیلی محبته، خیلی مهربانه، اما بلافاصله زحمات را تکرار میکنه. میفرماید او که عالی و بلند و مقدس است با کسی است که روح افسرده داره، متواضع شده، خم شده زیر بار، کوبیده شده، تا متواضعان را احیا نمایم، دل افسردگان را زنده سازم. بنابراین عزیزان ما میبینیم که خدا در زحمات هست، چنان که همون بار اول براتون قرائت کردم. میفرماید زحمات مرد صالح بسیاره بسیاره، اما خدا از همه اونها این مرد صالح را خواهد رهانید، این زن صالح را خواهد رهانید. ولی شرط اینه که آیا من در اون صلاحیت هستم یا نه. منظور اینه که آیا من واقعا در نزد خدا مؤمن هستم یا نه. اما چگونه من میتونم این اطمینان را پیدا کنم؟ عزیزان خیلی ساده است. قبل از اینکه پیش بریم بگذارید ما بدانیم کی هستیم. اگر قلبت را باز کنی همین الان و خدای زنده که در عیسی مسیح تجلی نمود، یا عیسی مسیح مظهر خدا را قبول کنی که او به خاطر گناهانت روی صلیب مصلوب شد و روز سوم قیام کرد، چند قدم تو نزدیک شدی و الان قلبت را که باز کردی، این عیسی مسیح را قبول کن تو قلبت، نه عیسی دیگر. پس این عیسی که به خاطر گناهان تو، به خاطر زحمات تو مصلوب شده، اینا قبول کن در وجودت و تو میشی مرد صالح، زن صالح. آن موقع است که
تو خواهی فهمید که خدا هرگز تو را فراموش نمیکنه. حتی در تنگی، وقتی دلت شکسته است، خداست که نزدیک توست و تو را شفا خواهد داد. و وقتی که افسرده و متواضع شدی، بدان که اون حضرت اعلی است، اون خداست، در عیسی مسیح اومده تا افسردگان را احیا کنه، زنده کنه. تو زنده خواهی شد، تو پیروز خواهی شد. و بعد ما میبینیم که در اول پتروس باب 4 آیه 1 و 2 پتروس میفرماید زحمات هست، اما لحاظا چون مسیح به حسب جسم برای ما زحمت کشید، شما نیز به همان نیت مسلح شوید. زیرا آنانی که به حسب جسم زحمت کشید، آنکه به حسب جسم زحمت کشید از گناه بازداشته شده است، تا آنکه بعد از آن مابقی عمر را در جسم نه به حسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا به سر برد. بنابراین می‌فرماید چون مسیح هم زحمت کشید و تو را درک میکنه، اگر به او رجوع کنی، او دردت را دوا میکنه، هم دردت میشه، تو را آزاد میکنه، تو را نجات میده. ولی این زحمات چه فایده‌ای برای تو داشت؟ این فایده را داشت که تو از گناه بازداشته شدی. یعنی کسی که در زحمات تحمل میکنه و خدا را میخوانه و خدا او را نجات میده در عیسی مسیح، یاد میگیره که چگونه در زحمات در تقدس زندگی کنه. و عرض کردم این شخص یاد میگیره خیلی چیزها. یاد میگیره که خدا فراموشش نمیکنه در تنگی، یاد میگیره که خدا نزدیک شکست دلانه، یاد میگیره که خدا با افسردگان و متواضعانه، یاد میگیره که خدا در روز تنگی همیشه نزدشه، و یاد میگیره که چگونه در تقدس بمونه وقتی در زحماته. و در انجیل متی باب 5 آیه 11 و 12، البته عزیزان آیات بیشماره، من فقط گلچینی کردم، فکر نکنید همه گفتار در اینجاست. 11-12 متی 5:11-12 میفرماید خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. اینا زحمات عزیزان، اینا زجره. خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما جفا می رسانیدند. ببینید شما میرید در ردیف انبیا، در ردیف پیغمبرا. در اینجا میفرماید همه انبیا، همه اون مردان صالح این زحمات را کشیدند، این توهین ها را به خودشون روا داشتند، حاضر بودند با جان و دل بخرند. اما عزیزان یک چیز باید بدانیم که عیسی مسیح همدرد ضعفای ما شد. او تمام ضعفای ما را بر خودش گرفت. او ما را از این بدبختی ها آزاد کرده. ما لازم نداریم که زجر بکشیم، ما فقط لازم داریم که او را به یاد بیاریم و او را بخوانیم. او یعنی عیسی مسیح